در پی این جدایی بوکوفسکی دوباره شرابخواری را از سر گرفت و به نوشتن شعر ادامه داد. او به اداره پست لس آنجلس برگشت، جایی که 10 سال قبل در آن کار میکرد. در 1964 یک دختر به نام مارینا لوئیس بوکوفسکی از او و فرانس اسمیت به دنیا آمد. اسمیت و بوکوفسکی با هم زندگی میکردند ولی هرگز ازدواج نکردند. بوکوفسکی زمانی که 49 ساله بود بعد از بستن قرارداد با انتشارات بلک اسپارو پرس و ناشر آن جان مارتین و داشتن حقوق مادام العمر ماهیانه $100 کارش را در اداره پست رها کرد و به نوشتن حرفه‌ای تمام وقت پرداخت. او در نامه‌ای در آن زمان در این مورد چنین گفته است: من 2 تا انتخاب دارم، در اداره پست بمونم و احمق بشم یا بیرون از اینجا باشم و وانمود کنم که نویسنده‌ام و گرسنه باشم. من تصمیم گرفتم که گرسنه باشم. کمتر از 1 ماه بعد از ترک اداره پست اولین رمانش به نام پستخانه را تمام کرد. از آنجا که بوکوفسکی به خاطر حمایت مالی مارتین و اعتمادش به او به عنوان یک نویسنده احترام می‌گذاشت، تقریباً تمام کارهای بعدیش را با انتشارات بلک اسپارو به چاپ رساند. در 1976 بوکوفسکی لیندا لی بیلی را که صاحب یک رستوران بود ملاقات کرد. 2 سال بعد آن دو از شرق هالیوود، جایی که بوکوفسکی بیش از همه در آنجا زندگی می‌کرد، به بندر سن پدرو و اقصانقاط جنوب شهر لس آنجلس رفتند. بوکوفسکی و پیلی در سال 1985 ازدواج کردند. لیندا لی پیلی با نام سارا در رمان‌های زنان و هالیوود بوکوفسکی نام برده شده است. بوکوفسکی در 9 مارس 1994 در سن پدروی کالیفرنیا در سن 73 سالگی اندکی بعد از تمام کردن آخرین رمانش به دلیل بیماری سرطان خون درگذشت. مراسم تدفین او به وسیله راهبان بودایی انجام شد. بر روی سنگ قبر او این عبارت نوشته شده است: Don't try. تلاش نکنید. به قول لیندا لی بوکوفسکی، منظور از سنگ نوشته قبر شوهرش چیزی شبیه به این گفته است: اگر شما تمام وقتتان را برای تلاش کردن صرف کنید، آنگاه همه آن چیزی که انجام دادید تلاش کردن بوده. پس تلاش نکنید، فقط انجامش بدهید. خب در